سلام برابر، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل عمو شاطر. آقا توی این ویدیو اومدم بهتون یه چی یاد بدم. پس این ویدیو و 2 تا ویدیوی بعدی که قرار آپلود شه حتما ببینید و از دست ندید، خیلی باحاله. حالا این ویدیو موضوعش اینه که چطوری مثلا من یه فضا دارم، یه حالت فضا مانند کریپر اومده شلپ میترکیده، من گنده ترش کردم، میخوام چیزش کنم، بزرگش کنم، یعنی همین شکلی آب بزنم توش، آب پرشه. ریدم بدم دیگه. خب اینطوری باکت آبو بزنم شلپ 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 پرش کنم، ولی مثلا وقتی میزنم این زیرش خالی میمونه، میخوام همش یه دست شه. خب این که مشکلی نداره چون اینجا عمو شاطر هستش. برای این کار شما به اندازه همون جایی که سولاخه، یعنی این شکلی سولاخه، ویدئوی قبلی هم از دست ندید، اونجا خیلی باله ویدئوی قبلی. حالا اونجایی که سولاخه اگر به اندازه اونجا اسلپ بزنی اینجا ما روی فضامون رو اسلپ چیدیم و زیرش خالیه. حالا اینجا بر میدارید 2 تا باکت آب پیدا میکنید و 3 تا جا رو میکنید، یه دونه باکت آب اینجا، یه دونه اینجا آب میزنید، یه دونه اینجا. حالا این 2 تا رو که زدید اینجا یه دونه باکت خالی داشته باشید، همین شد یه دونه آب بی نهایت. این آب رو هی میایید باکتتون رو پر میکنید میذارید اینجا، پر میکنید میذارید اینجا، همین شکلی میذارید تا این سطح رو پر کنید. حالا که اینجا رو پر کردید میاید دونه دونه اسلبا رو میکنید. حالا بذارید من همه اسلبا رو بکنم تا بهتون نتیجه کار رو نشون بدم. خب حالا که کندید، اگر این آب بی نهایت رو میخواید بذارید، نمیخواید ببندیدش، چون اینجا خودتون یا آب بی نهایت بزرگتر دارید. این بود از آموزش ما. اگر خوشت اومد حتما دکمه لایک رو بزن و عضو گروه عمو شاطریان شو. اگر ساب کنی من بهت نون بربری میدم. نه همشون نون بربریه، اصلا هم اون یوتیوبر بربریه رو من کار ندارم، بهتون نون بربری میدم رگبری. اگر ساب نکنید بهتون نون بربری نمیدم و میندازم توی دریا تا خیس شم، همه رو میندازم تو آب. خیلی ممنون که تا اینجا رو نگاه کردید. تا روی دیگر بدرود.